قیامت دیگه کم کم نزدیک شد. یک حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، در صحیح مسلم میخونیم با هم این قضیه رو مفصل، از دجال تا این لحظه ای که دیگه مردم کلن، یعنی فاصله قرنها طول میکشه، نسل در نسل. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث خیلی خلاصه بیان کرده دجال در امت من خارج میشه، 40 روز میمونه. گفتیم که روز اول 1 سال، روز دوم 1 ماه، روز سوم 1 هفته، بقیه روز عادی میشه، مجموعاً میشه 40 روز. بعد از آن حضرت عیسی را الله سبحانه و تعالی میفرسته، حتی داره به عروه بن مسعود، در شباهت ظاهریش به عروه بن مسعود برادر عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم جمیعا، میره دنبالش و هلاکش میکنه. بعد از آن گفتم که دوران خوشی میرسه، 7 سال مردم، 7 سال، این عدد 7 خیلی عجیبه. در قصه حضرت یوسف 7 سال قحطی، 7 سال بعد خوشی میاد، اینجا هم دوباره 7 سال خوشی میاد. 7 سال مردم میمانن بین کسی دشمنی اصلا وجود نداره، چون دشمنی ها همه به خاطر چیه؟ به خاطر ماله، حسادت، بغض، کینه، جر، دعوا، بزن بکوب، به خاطر مال، زمین. دیگه اون زمان اینقدر مردم در نعمت هستن، در خوشی هستن، قدر مال زیاده، دیگه کینه ای نمیمونه، کسی کینه نداره با هم دیگه. 7 سال. خب در این فاصله حضرت عیسی گفتیم از دنیا میره، حضرت مهدی محمد بن عبدالله از دنیا میرن. بعد این فاصله الله میدونه چند سال باشه، الله یک نسیم سردی از طرف شام میفرسته. شام هم سرزمین شام، کمی شامل فلسطین و اردن و سوریه میشه، سرزمین عجایب هست واقعا، که اتفاقات همه در اینجا میفته. الان هم فتنه همش اونجاست. باد سرد میاد، کسی در روی زمین نمیمونه که در دلش ذره ایمان یا خوبی باشه مگر اینکه او را قبض روح میکنه. اگر بینی در دل کوه بره کسی، این باد میره اونو رها نمیکنه، هر جا بره این باد او را قبض روح میکنه. مأمور است از جانب الله که روح مؤمن را بگیره. اینجا دیگه تصفیه میشه. مسلمانان مؤمنان، همونایی که موندن هم از دنیا میرن دیگه، کسانی که ایمان در دلشون نیست اونا میمونن، پسترین انسان ها میمونن. گفتم که این فاصله خیلی طول میکشه، نسل در نسل، کم کم اسلام ضعیف میشه، دین ضعیف میشه، مردم کم کم گمراه میشن، نسل در نسل، تا جایی که میگن که پدر من، آبا و اجداد من میگفتن لا اله الا الله. انسانهایی میمونن پسترین انسان ها از حیوان هم پستر، اینقدر سبک هستن برای کارهای گناه، مثل مرغ، و از لحاظ شهوت و حیوانیشون مثل درنده هستن. دیگه نه کار خوب میدونن نه منکری را انکار میکنن. وقتی به این حالت رسید، این دیگه شیطان اینجا کار خودشو میکنه، تیر نهایی و ضربه نهایی را به پیکر بشریت وارد میکنه. میگه حرف منو گوش نمیدید، لبیک نمیگویید، امر بکن سرور ما. دیگه شیطان خودش هست، کسی نیست که جلوش بگیره. الله اکبر. دیگه انسانای خوب و کسانی که امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، انسانای دعوتگر، انسانای صالحین که امروز میان دلشون برای مردم میسوزه، ای جوان این کار نکن، جوانم بهش بر میخوره، این کار حرامه، چشترایی نکن، دنبال دختر نرو، شراب نخور، نگاه به فیلم حرام نکن، گوش به فلان نکن. اونجا دیگه کسی نیست، مردم کلن دیگه تحت فرمان شیطان ابلیس هستن. میگه امر بکن، چی دستور میدی؟ دوباره دستور داده میشه از طرف شیطان به بشر که بت بپرستن، در حالی که زندگیشون میچرخه، روزیشون جاری است، زندگیشون در کمال خوشی میگذره، اما دیگه بشره. شیطان او رو وادار میکنه به نافرمانی و کفر و شرک. دوباره شرک میاد و بت پرستی میاد، حتی در کعبه بت گذاشته میشه و بت پرستی میشه. وقتی که اینها به این درجه پستی رسیدن، الله سبحانه و تعالی دیگه دستور میده به اسرافیل که در سور بدمد. اسرافیل علیه السلام ملائکه موکل از جانب الله سبحانه و تعالی است برای سور. از روزی که الله او را خلقت کرده، این سور یک شیپوری هست مانند شاخ گاو، مثل شاخ گاو، اما بزرگیش چقدره؟ بزرگیش در این اندازه است که تمام کره زمین که هیچ، تمام کهکشانها را اگر 7 طبقه زمین و آسمان شما هم تصور بکنید،
اینقدر بزرگه که همه اینها جا میگیره. یعنی ملائکه‌ای بسیار بزرگ با سوری بسیار، سور که همون شیپوری بسیار بزرگ، شیپور رو بر دهان گذاشته، سرش گذاشته رو شیپور، منتظره که الله بهش دستور بده این سور بدنه. الله اکبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید کیف انعم، من چطوری دلم خوش باشه این دنیا، در حالی که صاحب سور یعنی اسرافیل سرش گذاشته رو سور، رو شیپورش، منتظره که الله بهش فرصت بده که هر لحظه بیاد با این سور بدمه و کار دنیا تموم بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده که وقتی که سور اسرافیل دمیده میشه، فرموده که در اون زمان که مدینه خالی میشه، مدینه خالی میشه از سکنه، همه حیوانات و درندگان در مسجد نبی و در مدینه آنها جای میگیرن. 2 نفر از چوپانان قبیله مزینه میان به طرف مدینه در حالی که خالی از سکن است، در لحظه ای که سور اسرافیل دمیده میشه. گفتیم دیگه تموم شد، وقت دنیا تموم شده دیگه، دنیایی که درش لا اله الا الله گفته نمیشه دیگه ارزش زندگی کرده اصلا نداره. اینها مشغول شترشون، یعنی دارن شترشون رو میبرن به طرف مدینه، بعد در همان حال آمدن هستن و کسی هست که در حوض شترش میخواد آب به شترش بده، داره شترش حوضش رو درست میکنه، تعمیر میکنه. در همان حال صدای سور شنیده میشه، اینا گوش میدن، همه بهش گوش میدن. ابتدا صدا میاد آهسته، آرام، دلنواز، همه فکر میکنه یک صدای خوبی هست، دلنشینی هست، گوش میدن. شخص در حالی که داره حوض خودش رو درست میکنه، حوض شترش رو، در فروشگاه ها در شهرها جای دیگه هستن، لباس خریدن، پولشو گرفته میخواد لباسو بده به مشتریش، طرف داره غذا میخوره، لقمه میخواد بذاره تو دهنش، صدای سور میشنوه. وقتی صدا میاد کم کم صدا زیاد میشه، صدا میاد در حدی که دیگه دیوار صوتی را میشکنه. صدایی میاد که همه انسان ها، همه موجودات، همه در روی کره زمین همه غش میکنن و میفتن با این صدای سور اسرافیل. پناه بر خدا. الله سبحانه و تعالی میفرماید و نفخ فی الصور، در سور دمیده میشود یا دمیده شد، فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یک سور در سور دمیده میشه، در این شیپور همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند. سبحان الله. یعنی با این صدای سور اسرافیل تمام موجودات در زمین و تمام ملائکه در آسمان ها و تمام کسانی که هستند همه میفتن و غش میکنن. تمام شد، همه از دنیا میرن. من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، مگر که هر کس الله خودش بخواد. احتمال در همین خودش اسرافیل باشه، خود اسرافیل میمونه. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، دوباره سور دوم دمیده میشه، همه بلند میشن. الله اکبر. چه صحنه ای. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الناس یصعقون، مردم همه به قول معروف دوچار شوک میشن، غش میکنن. یصعقون از صاعقه اومده، وقتی صاعقه میاد میزنه کسی رو در جا به زمین میزنه، همه مردم میفتن. یصعقون مثل حالت برق گرفتگی که برقش میگیره خشک میشن. فاکون اول من یفیق، اولین کسی که در سور دوم به هوش میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من هستم. فاذا موسی باطش بجانب العرش، در روایت موسی پایه های عرش را گرفته، فلا ادری اکان فی من صعق فافاق قبلی او کان ممن استثنى الله، نمیدونم که حالا از کسانی بود که دوچار این شک شدن و افتادن قبل از من بیدار شده بلند شده، یا کسی که الله از کسانی که الله رو استثناء کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بین النفختین، بین دو تا سور دمیدن که گفتیم سور اول دمیده میشه، الله سبحانه میفرماید فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى، دوباره سور دمیده میشه. بین دو تا سور چقدر است؟ در حدیث امام بخاری مسلم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بین النفختین 40. قالوا یا ابا هریره، راوی حدیث ابو هریره است، گفتن ابو هریره 40 یوما، 40 روز. قال ابیت، من نمیدونم، انکار میکنی، من نمیگه. 40 سنه، قال ابیت. قال 40 شهرا، قال ابیت، نمیگه، میگه من نمیدونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بین دو تا نفخ 40، 40 روز،
40 ماه، 40 سال، 40 قرن، الله اعلم. میگه من نمیدونم. الله اکبر. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نکرده که کی هست. وقتی که سور اول دمیده میشه، اسرافیل در سور میدمه، اون آیات و نشانه های بزرگی که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده درباره زلزله، درباره خاموش شدن خورشید، افتادن ستارگان، سقوط ستارگان، پاره پاره شدن آسمان، تمام اینها بر اثر همین سور اسرافیله. الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا السماء انشقت و اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا الشمس كورت. تمام اینها و اذا البحار سجرت، همه اینها آیاتی که من نمیتونم همه را ذکر بکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزله میاد. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم از الله بترسید که زلزله قیامت خیلی بزرگه. یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت. اون روز که میبینی هر انسان شیرده‌ای، زن شیرده‌ای بچه شیرده‌شو فراموش میکنه. و تضع كل ذات حمل حملها. هر انسان یا هر چیزی که حامله است، انسان باشه، پرنده باشه، جانور باشه، حامله هست، سخت جنین میکنه از حول قیامت. و ترى الناس سکارا، مردم حالتشون مثل انگار که مستن و ما هم بسکارا، مست نیستن. ولكن عذاب الله الشدید، عذاب الله سخته، عذاب الله سبحانه و تعالی اینقدر سخته. حضرت عبدالله بن عمرو روایت کرده که در سور دمیده میشه در حالی که مردم در راهاشون هستن، تو بازار هستن، تو مجلسشون هستن، همونطور که گفتن تو بازار خرید و فروش میکنن، اما در همون حال میاد سور دمیده میشه، فرصت ندارن حتی لقمه به دهانشون بذارن، فرصت ندارن حتی جنسشون به دست مشتری بذارن. سور اول که دمیده میشه تمام دنیا کن فیکون میشه، کوها تک تک میشه. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. کوه مثل پنبه های رنگ ریزه شده تو حباب در حالی که حرکت میکنه. و ترى الجبال تحسبها جامدا، کوهی که فکر میکنی سخت جامده، و هی تمر مر السحاب، مثل ابر تو آسمان داره حرکت میکنه. کوه پودر میشه، آسمان تک تک میشه، آسمان تک تک میشه، در آسمان کلا از هم پاشیده میشه. ستارگان از آسمان سقوط میکنن، تمام ستارگان، تمام سیارات، تمام کهکشان ها فرو میریزه. وقتی که سور اسرافیل دمیده میشه، سوری به این همه عظمت بزرگی، صدایی که به آسمان ها میرسه، 7 طبقه آسمان در آسمان ها همه غش میکنن. نعوذ بالله از اون روز، از اون حول قیامت. این سور وقتی دمیده میشه، سبحان الله، الله ما را از این حول قیامت حفاظت بکنه. این گوشه ای از نهایت دنیا دیگه تموم شد. همه مردم غش کردن،